مایکت دانلود میکنیم که باید بزنیم زیپاد. همین برنامه است که من از قبل اون رو دانلود کردم. اجرا رو میزنیم روش، اجراش میکنیم و منتظر میمونیم تا باز بشه. بعد شماره تلفن و کد ملی پدر یا مادر را وارد خواهیم کرد. باید حتما روی کد دعوت زده بشه و همین کد معرفی که خودم بهتون بدم رو بزنید. در غیر این صورت پول 400,000 تومان رو به شما نمیده. کد معرف همینه که من الان کپی شده بود و زدم 58207070 می باشه. من داخل کپشن هم اونو زدم، میتونید از اونجا بردارید. الان باید شماره تلفن یا شماره موبایل خودمون رو بزنیم، کد ملی رو هم بنویسیم. بعد از نوشتن آنها رو تمام میزنیم، مرحله بعد رو هم میزنیم و بعد از این یک کد تایید روی شماره موبایل ارسال میشه که باید اون رو هم بزنیم. همینطور که میبینید من حساب خودم رو از قبل باز کرده بودم و 400,000 تومان رو هم برداشت کرده بودم و به حساب خودم هم اومدن.